ساعت کارت هم از 3 صبح تا 4 بعد از ظهر. دیگه مونده؟ بله. چی؟ حقوقم چقدر؟ ببین یه باره پیرمرده رو زمینش تا گندماشو درو میکرد، یه آدم دیگه داشت از اونجا رد میشد، بهش گفت ببین از اینجا تا ده بعدی چقدر راست؟ یارو بهش گفت برو. دارم میرم ولی میخوام بدونم از اینجا تا ده بعدی چقدر راست؟ پیرمرده بهش گفت برو. من که میگم دارم میرم میخوام ببینم از اینجا تا ده بعدی چقدر راست؟ باز پیرمرده بهش گفت برو. یارو هم شروع کرد قرولند کردن بعد ویرا گفتن، ولی راه افتاد به رفتن. یک کمی که رفت پیرمرده گفت ببین اینجا تا ده بعدی 2 ساعت راست. یارو عصبانی برگشت میشه پیرمرده گفت مرد حسابی خب من که از تو پرسیدم چرا من اول نگفتی؟ گفت ببین راه رفتنت ندیده بودم، حالا که دیدم میگم 2 ساعت راست. زودتر بریم میشه 1 ساعت، بدویم میشه 1 ساعت. حالا شما برو من بهت بگم. ای ساقی آرامم کن، دیوانم رامم کن، من خسته ایامم، ساقی تو آرامم کن. گم گشته ای در خویشم، ساقی تو پیدایم کن، با ساغر شیدایی سرمست و شیدایم کن. در سینه پنهان کردم فریاد آوازم را، محض خدا روزگار نشکن دگر سازم را. ای ساقی آرامم کن، دیوانم رامم کن، من خسته ایامم، ساقی تو آرامم کن. ساقی بازم می بده، نگو بس هی بده، پیمونه ها منشمار، جام پیاپی بده. کار من از یه پیک تو پیک گذشته، ساقی خرابم بکن، برس به داد این دل شکسته، غرق شراب